سلام دوستای عزیز، امید که خوب و خوش سلامت باشین و خوش آمدین به ویدیو جدید ما. امروز آمدیم اوساکا و میخوایم به شما اوساکا اسکای بیلدینگ نشان بدیم. سلام دوستان، کنار خوب باشیم. مثل که شهر گفتک ما آمدیم در شهر اوساکا که به شما اوساکا اسکای بیلدینگ براتون نشان بدیم. خیلی مقبول است. لایک سابسکرایب و شیر از یادتان نره. سلام و وقت خیر خدمت تمام شما عزیزان. انشاءالله که هر جایی که هستین با خانواده محترم خوب و خوش سر حال باشه. شما را یک بار دیگه خوش آمدید بگیم به چینل خودتان اندیشه ببلان. سلام دوستان عزیز، امید که با فامیلای محترمتان خوش باشید. خوشحالم که یک بار دیگه باز هم در خدمت شما قرار دارم. امید که تا آخرین دقایق ویدیو با ما همراه باشید. خب میخوایم دیگه از طرف اسکای بیلدینگ بریم. این ساختمان به نام اومیدا اسکای بیلدینگ یاد می شود که در شهر اوساکای ژاپن موقعیت دارد. دارای 40 طبقه در بالا و 2 طبقه در پایین می باشد که ارتفاع کلی این ساختمان 170 متر می باشد. در سال 1993 ساخته شده که ساختن این بیلدینگ 3 سال زمان گرفته. در حال حاضر 15مین ساختمان بلند در اوساکا می باشد. طوری که می بینید از 2 برج ساخته شده که در بالا توسط 2 طبقه ساختمان با هم وصل می شوند. این هم شروع اسکای بیلدینگ. دیزاین دکور کردن به خاطر سال نو و کریسمس. دیزاینی کریسمسی به اصطلاح. قسمی که میبینید اینجا هم یک مارکت به خاطر کریسمس ساخته شده تا برای بازدید کننده ها یک سهولت ایجاد کند که در این مارکت نوشیدنی، غذا و تحفه هایی که مربوط کریسمس می باشد پیدا می شود. و در اینجا هم ما می رویم تا تکت بگیریم به خاطر رفتن به قسمت بالای ساختمان.
حال تکت میگیریم، تکت موزیم شه میگیریم که موزیم شه بتانیم بریم ببینیم و 3 نفر کلان و 1 نفر خود تکت کش Please wait. The ticket is now printed. 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 این بخش به خاطر کریسمس دیزاین شده و بسیار دیزاین مقبول کردن. در این قسمت راجع به آثارهای تاریخی معلومات داده. از تمام کشورها می باشه، مثل عربستان هم بود، از دیگر کشورها می باشه. معلومات داده که کدام سال جور شده، که کی جورش کرده، چه وقت نابود شده، یا مثلا اصلا هنوز راجع به این چیزا. که هم کافتریاش هست، ببینیم اگر کدام نوشیدنی غیر الکلی داشت، چون مشکل است پیدا کردن این نوشیدن یا آیسکریم چیزهای غیر الکلی در ژاپن. ما ببینیم اگر بود خو یگان نوشیدنی چیز بگیریم، طفلان خسته شدن، ببینیم که چی میشه.
بخشی است که نشان میده که چطور همی بلدینگ ساخته شده، به چه وقت ساخته شده، کی ساخته ای بخشه. در سال چند جور شده و چه رقمی جور شده، کدام چیزایش اول آمده بعد از او چی شده. این بخش مربوط به عاشقان می باشد که در 173 متری این ساختمان قرار دارد که مردم ژاپن به این عقیده هستند زمان که چراغ‌ها در شهر روشن می شوند و ستاره‌ها در آسمان چشمک می زنند، این قفل‌ها را اینجا قفل می کنند تا که به عشق خود برسند. نمای شهر اوساکا از ارتفاع 190 متر با یک منظره بسیار زیبا و دلنشین. این بخش موزیمی است که در طبقه 27 ساختمان قرار دارد که شامل نقاشی و میناتوری می باشد. در این بخش از این اثرات هنری خود یک فیلم 3D هم ساختند که متاسفانه اجازه فیلمبرداری را به ما ندادند تا با شما شریک می ساختیم و ناگفته نماند که هر نقاشی این یک ریشه در فرهنگ سابق ژاپن دارد.
دوستان عزیز، خدا کنه که تا این لحظه با ما خسته نشده باشد و از دیدن ویدیو لذت برده باشد. اینجا هم کدام پروگرام است به خاطر کریسمس، همچون بسیار یک درخت بزرگ کریسمس اینجا ترتیب دیدن و برنامه موزیکشان است. دوستان عزیز، خدا کنه تا این لحظه برنامه با ما خسته نشده باشد و از ویدیوی ما لذت برده باشد. خب دیگه شب روزهای کریسمس می باشه و هر طرف هم بیروبارهای خود را دارد. واقعا امروز به ما خوش گذشت. خدا کنه که دیدن ویدیو به شما هم خوش بگذرد و آن گفته نماند. یک دوست ما از ما تقاضا کرده بود در ویدیوی قبلی بخش کامنت که اگر میشه هم یک ویدیویی از شهر کیوتو بگیرن. حتما انشالله برنامه های بعدی کوشش میکنیم یک ویدیوی از شهر کیوتو هم داشته باشیم. با امید همکاری های هرچی بیشتر شما دوستان. و یک تشکری خاص دارم از همه دوستان عزیز، چون ما با یک اولین ویدیوی ما تقریبا بیشتر از 100 سابسکرایبر گرفتیم و هم تو واچ تایم ما خوب بود و همه چیز. شکرش همکاری شماست. بسیار زیاد تشکر. منتظر همکاری بیشترتان هستیم دیگه. لطفتان است واقعا. تشکر بسیار زیاد از یک و یک شما دوستان عزیز که ما رو تحمل میکنین، چون تجربه نداریم در این بخش، نوکار میباشیم. میدانم که ویدیوهای ما زیاد کمی کاستی دارد. کوشش میکنیم که خوب شود و خوب شد. البته با کامنت و نظریات شما، این نظرات شماست که مشکلات ما را به ما نشان میده و ما تا بتونیم در ویدیوهای بعدی مشکلات را رفع کنیم. بسیار یک پارک مقبول اینجا ساختن، مخصوصا این نمای شب از بسیار واقعیت لذت بخش است. در این هوای سرد به خدا زیاد سرد است هوا. آفرین. بازی های هوای سرد است دیگه. هوای سرد. دوستان عزیز، از این که ما نتوانستیم در تصویر خداحافظی داشته باشیم معذرت ما را قبول کنید. تا ویدیوی بعدی الله نگهدارتان.